إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. دایات قبلی هم الله متعال اوصاف زشت منافقین بیان کرده بود. یکی از جمله اوصاف زشتشانی بود که 12 نفر تصمیم گرفته بودن تصمیم زشت در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم. یکی خو کلمات ناشایسته را استعمال کرده بودن برای کشیدن پیامبر علیه و سلام، و 12 نفر دیگه هم بود که قصد داشتن کله پیش زده بودن تا که به کدام اسبی که پیامبر علیه السلام سوار بود او را تور بده و پیامبر علیه السلام نعوذ بالله از اسب بیفته از بین بره. پیغمبر علیه السلام چون مرکبایشان صحابی شناخته بود اما خود اشخاص نشناخته بود، لیکن پیامبر علیه السلام به ذریعه وحی معلوم کرده بود که یا کدام ها هستند. الله متعال در اینجا بیان کرد که بدبختا از این موقف یا از این موقعیتی که الله براشان نصیب کرده بود استفاده نکردند، به خاطر که به امن و امان در اینجا زندگی میکردند و همچنان از مالای غنیمت به دستشان میرسید. پس این یکی از جمله احساناتی بود که از جانب الله و رسول الله بالایشان میشد. یعنی به محض اظهار ایمان الله برای از یا پناه داده بود، رسوا نکرده بود چانه که یا حقیقت حالش به پیغمبر بازگو کنه، بلکه الله متعال خواسته بود که توسط نبی اظهار ایمان در زبان شاید یا در قلبشان هم ایمان ریشه بگیره و مستحکم شود. لیکن این بدبختا اینمی موقف غنیمت ندانسته، بلکه در تلاش نعوذ بالله از بین بردن پیامبر صلی الله علیه وسلم شروع کردند. بازم الله متعال دروازه توبه را برشان باز گذاشت، فیتوبوا یک خیر لهم، اگر یا رجوع بکنن بازم بهتر برشان است. یعنی عالم فرصت از دست نرفته، بهترین فرصت است برشان که ایمان در قلب خود تازه بکنه، تنها به زبان اظهار ایمان نکنه. چرا؟ اگر این کار نکنن روزی فرا میرسه که الله متعال یا عذاب یا در دنیا یا در آخرت حتمی است، و اونجا که عذاب الله میرسه هیچ کس دوست و یاور و مددگارشان نمی باشه. در اینجا یکی از جمله صفات زشت دیگه شونه الله متعال بیان میکنه که او کم ظرفیتی از یاسته، یعنی در هنگامی که ناتوان است، عاجز است، لاف از اسلام میزنه. اینطور میگه که اگر این چیز در دست ما بیایه باز دیگه مرا میبینی. از امو خاطر مسلمان های دیگر که در حالت توانمندی قرار داره مورد نکوهش و مذمت قرار میده. صحیح که این چیز در دستش است هیچ کار نمیکنه، اما زمانی که خودش در اون موقف برسه باز کس نمیشناسه. هم الله متعال با بیان این اوصاف منافقین مسلمان ها را تنبیه و آگاهی میده که این قسم صفات ها را یا پیدا نکنه که اظهار دوچیرگی بکنه. در یک وقت که کم عاجز و ناتوان بود لاف از دین و خدمت دین میزد، لیکن زمانی که دستش بالا شد پر شد باز میبینی که حتی اسلام نمیشناسه. هم ما شما در تمامی عصر و تاریخ میبینیم که مردم ها همین قسم میباشه. یک تعداد مردم در زمانی که چیزی دست نداره، مردمایی که توانمند است وارا مورد طعن و لعن و عیب قرار میده، برش میگه که چیزی که موقع برای مصرف وجود داره لیکن مال خود مصرف نمیکنه. اما این خود از این زمانی که یک مالدار شوه یا چیزی در دستش بیایه باز میبینی که حتی اسلام هم نمیشناسه. انسان باید دو چهره نباشه. منافق همیشه دو چهره است، در یک حالت یک چهره خود نشان میده، در حالت دیگه چهره. این حالت ناتوانی چهره خدمت اسلام نشان میده، ولی زمانی که قدرت و منصب در دستش بیایه باز اسلام از سر نمیشناسه. هم الله متعال رحم بکنه این حالتا در این جامعه ما خیلی زیاد دیده میشه. الله میفرمه و منهم من عاهد الله لئن آتانا، بعضی از یا کسانی هستند عاهد الله که تعهد میبندند امرای الله متعال، میگن قطعی خود که اگر الله ما را بده لئن آتانا، اگر بده ما را الله متعال من فضلی از احسان خود بر ما موقعیت منصب بده که ما در کدام مرتبه برسیم، یا ما را مال و دارایی بده یا ما را علم بده، ای دیگه مصرفی ما را میبینی. لنصدقن، خامخا ما مصرف میکنیم
صدقه میکنیم یعنی دریغ نمیکنیم. در هر موقعی که چیزی در دسترس ماست حاجت برش پیدا میشه دیگه منع نمیکنیم. ولنکونن من الصالحین، مکمل مردم صالح میگردیم. صالح کسی میگه که رعایت حقوق الله و حقوق بندگان الله را اردو داره. این مردم ها در اول لاف میزنن و امیر مطالبه میکردن. فلما آتاهم من فضله، هرگاه که داد الله متعال از احسان خود برش مال دارایی یا علم یا منصب و مرتبه را، بخیلو به، بخل ورزیدن به اینمی مال که الله برش داده بود. چرا؟ مردمی کم ظرفیت بودن، در این موقعی که رسیدن باز مردم نمیشناسه. و تولوا، با رو گردانیدن از مصرف کردن و پورا کردن امر الله متعال. و هم معرضون، این مردم ها خاصیتش است که همیشه اعراض میکنه. یا مردم نه تنها که بخیلی کردن بلکه به اصل قانون اسلام هم اعتراض انتقاد کردن. واقعیت طوری بود که کسی از جمله منافقین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بود، از پیش دعا طلب میکرد که یا رسول الله برای من دعا بکو که مالم اضافه شود. پیغمبر علیه السلام میگفت که حالتی مرا به خود مقایسه بکو، بعد تو به مو حالتی که من راضیستم ایره تو خوش داشته باشی، چی ضرورت داری که مالت زیاد شود؟ و گفت نه، من دلم همینطور میخواد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم من مالدار باشم و در راه جهاد و مبارزه مال خود همینطور شب و روز مصرف کنم، از او خاطر برم دعا بکو. منافق همیشه در قلبش اراده غلط موجود بود که کار نمیکرد، لیکن در ظاهر ایلاف میزد. پیغمبر علیه السلام باز برش میگفت که چی میکنی، مال به درد نمیخوره، شاید حقوقش پرداخته نتونی. گفت نه، ما که مال در دستم بیا باز میبینی. زمانی که مال اضافه شد پیغمبر علیه السلام برش دعا کرد، مالش اضافه شد رفت. اول خو یک کمی مال که اضافه شد از بعضی جماعت ها این باقی ماند، دیگه که مالش اضافه شد دو منطقه گنجایش نداشت، یک کمی دور رفت. در جمعه می آمد در نمازهای 5 وقت در چشم دیده نمیشد. مال دیگه اضافه شد، منطقه نزدیک قریه ها آلی گنجایش مال از او نداشت، رفت در کوه ها، نه جمعه آلی آمده میتونست و نه در جماعت ها. پس از او زمانی که عامل پیامبر صلی الله علیه وسلم برای جمعآوری زکات رفت اونجا، اول که بیا زکات مال بده، باز چیستا پیشانی خود ترش کرده، گفت که برادر ما اسلام قبول کردیم که از جزیه پرداختن آزاد شویم. این عیناً جزیه است، زکات نامش زکات مانده، جزیه است. برو والی نمیدم، باز پسان چیستا میدم، برگشت میدم، باز در برگشت هم نداده. اگرچه مفسرین این واقعه را در بعضی روایت ها چی کرده، حاتب ابن ابی بلتعه چی ثعلبه ابن حاتب صحابیست ایرا میگه که این تقاضا را کرده بود، لیکن این گپ غلط است. چرا صحابی بدری ایج وقت از جان خود تیر بودن در خدمت دین، آیا میشه که تنها یک زکات که 40 حصه مال است او را نده؟ ایج امکان نداره. صحابه را الله متعال محفوظ نگاه کرده از این طور گپا، بله گناه از پیش شده، الله توفیق توبه را برش نصیب کرده. از او خاطر مفسرین محققین میگه که این منافق بود. چرا؟ از اول اراده و تصمیمشی نبوده که به اسلام خدمت کنه، محض در ظاهر امی سخنا را در زبان می آورد که ما اگر الله برام مال داد ما خواب مصرفای گزافه می کنم در اسلام. اما زمانی رسید که نه تنها که خود بخیلی کرد بلکه به قانون اسلام هم انتقاد کرد. این بیچاره فرق در بین جزیه و زکات نمیدانست، یا میدانست که محبت دنیا و مال ای را وادار به این ساخته بود که همی فرق قائل نشوه. چقدر درس عظیم است. یک انسانی که در بین زکات و جزیه فرق نکنه، جزیه پرداخت امو خونی خود است که اسلام تو را امن داده، از او خاطر تو جزیه بپرداز، لیکن زکات حق فرضی است، بالای مسلمان است، او بالای کافر نیست. از امو خاطری فرق خوبت کرده میتونست. یا است که آدم فرق کرده میتونست لیکن محبت مال ایره نمیگذاشت که همی فرق ظاهر بسازه. حب الشیء یعمی و یصم، محبت یک چیز انسان ام کر میسازه و ام کر میسازه. حقیقت حال ایج وقت در زبان آورده نمیتونی. دنیا پرستی و مادیات پرستی انسان در این سرحد میکشانه. از امو خاطر آماده نبود که حتی حق زکات بپردازه. دایی تنبیه بزرگ برای مسلمان است.
بس اوقات انسان راستی هم در اوایل روزگاری خود سخت فقر و حاجت به پیشش می باشه. الله متعال یک مرتبه سریازی احسان میکنه، مال و داراییش اضافه میشه، بعد اونمو حالت فقر خود در نظر بگیره. از او خاطر این یک موضوع خیلی عام است که هر مسلمان خود در معرض امو کس قرار بده که مورد تاوان و نقصان قرار گرفته، بعد از او قطع از او معامله بکنه. یک انسانی که مالدار است باید حالت فقر در نظر بگیره، یک انسان صحتمند باید حالت مرض در نظر بگیره. ما و شما چون الحمدلله در میدان دعوت قرار داریم، دیگه مردم در میدان قرار بدیم مثل که ای عقیده برش نرسیده باشه. زمانی که تو هم در موقف از او در مقام از او بودی، قدر دشمنی و بغض و کینه با این طایفه و با این دعوت داشتی که هیچ پرسان نکو. اما الله متعال سرت رحم کرده، از امو خاطر از کمال دلسوزی کار بگی. اگر جانب مقابل در میدان دعوت دو دشنام خشونت سختی میکنه، تو از خشونت کار نگی. چرا امو حالات سابقی تا در پیشت بیار که یک وقت در این طور تاریکی جهالت من به سر میبردم، الله سرم احسان کرد که حقیقت را بر ما نمایان شد. یقینا نعمت بزرگی که الله نصیب کسی میکنه او شناخت راه مستقیم است، عقیده توحید و قرآنی است. زمانی که الله متعال تو را به این عقیده مزین کرد و تو را الله نصیب کرد صاحب این نعمت بزرگ گردانید، آل جانب مقابلی که همیشه در میدان دعوت مخالف تو قرار گرفته بسیار لحاظش میکنی، یعنی از همه سختی های از ما چشم پوشی میکنی، در مقابلش تو از خشونت و سختی کار نگی، به خاطر که حالت سری تو تیر شده. اینجا هم میطور بود، اگر کسی حالت فقر تیر کرده باشه، در حالت مالداری و دارایی خود بسیار حال فقیرا را در نظر میگیره، چرا که در حالت فقر حالات به خودش نمایان بود. اگر در حالت فقر کسی تو را موتر نداشته، موتر بالا میکرد، آنقدر دعا برش میکردی که پرسان نکو. اما حالت در ذهن بیار که یقینا اگر من امروز امرای اینمی فقیر و مسکین خوبی میکنم، چقدر مورد دعا و ستایش و مدح ازی قرار میگیرم. انسان همو حالت در نظر میگیره. این صفت منافق است نعوذ بالله، که در یک حالت یک چهره داره و در حالت دیگه چهره دیگه داره. در حالت ناتوانی لاف از خدمت دین میزنه، لیکن زمانی که موقع خدمت دین برش میاثر شوه باز دین نمیشناسه. هم الله متعال رحم بکنه، این حالت ها خیلی زیاد در جامعه ما امروز دیده میشه. اما قرآن کریم یه اوصاف زشت منافقین به این خاطر بیان میکنه تا امت محمد صلی الله علیه و سلم اینطوری صفات را نداشته باشه، بلکه در هر حالت سر یک موقف و یک رنگ استاده باشه، دورنگی را اختیار نکنه. انسان در هر حالتی که است امو رویه و اخلاق باید داشته باشی. در حالتی که منصب نداشتی امو تواضع، امو کمینی، امو صداقت، اخلاص. بعد از اینکه در منصب بزرگ میرسی، وزیر و وکیل و رئیس میشی، بعد امو حالت امرای تو باشه، دورنگی را اختیار نکن. چرا؟ دورنگی اختیار کردن نشانه نفاق است و نفاق الله خوش نداره، منافق الله خوش نداره. الله در اینجا میگه که مردمان بخیلی کردن و تولوا، رو گردانیدن از اینکه این عمل خدا در پایان برسانه، رو گردانی کرد و هم معرضون، عادتش اینمی اعراض کردن است. بجای از اینکه به حق تسلیم شوه رو گردانی میکنه. انسان باید حکم الله متعال با اخلاص قلب خود بپذیره، اینطور نکنه که نعوذ بالله فلسفه و قیاس در پیش خود بیاره، فکر بکنه که البته گپی ما قابل خیلی ارزش و قیمت است. نه، حکم الله متعال برات آمده، بسر و چشم بپذیر. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، امی عمل زشتی از یا که بخل است، انتقاد بالای احکام اسلام است و نعوذ بالله دورنگیشان است. ای چی در پشت سر گذاشت برای اینطور مردم؟ چی را در پشت سرشان گذاشت؟ نفاقا فی قلوبهم، در دلهایشان، الی یوم یلقونه. این نفاق از به طور مستمر و پایدار تا روزی که یلقونه روبرو می شود امرای مرگ، یا روبرو می شود امرای الله، یا روبرو می شود امرای نتیجه امی عمل زشتش. اینمی عمل زشت خود که قطش روبرو شود تا اونو وقت نفاق جا بجا شده و در قلب ازی ریشه گرفته. چرا ریشه گرفته؟ بما اخلف الله، به سبب ازی که مخالفت الله را کرد. ما از آن چیزی که وعده کرده بود امرای الله متعال که من این کار میکنم، و بما کانوا یکذبون، و به سبب ازی که مرتبا مستمرا دروغ میگفت.
در این آیت الله متعال سرنوشتی از زیر بیان میکنه. گناه همیشه گناه را جذب میکنه، جلب میکنه، نیکی نیکی را جلب میکنه. اگر تو نماز خواندی باز میبینی که الله متعال توفیق یک عمل دیگر هم برات نصیب میکنه. در دانی دروازه در اینمی تو رمضان یک کسی در گریان است، در بیگای خود چیزی نداره، شاید دلت میسوز یک درپا صدقه میکنی، باز در قلبت یک غم دینم پیدا میشه، میبینی که یک نیکی چندین نیکی را در دنبال خود داره. جنایت و گناه امیر رقم است. هر کس که گناه میکنه گناه های دیگر را جذب میکنه. این آدم مخالفت وعده را کرده و دروغ گفته بود، نعوذ بالله. این سبب ازی شد که این نفاق در قلب ازی پایدار باقی بمانه. چرا؟ انسانی که در تلاش عزیز که عمل غلط خود توجیه کنه و این عمل غلط نپنداره و عمل غلط دیگه محکم میشه، قلب از او را فرا میگیره. اینجا یادم بدبخت به این شد که هم در دنیا دمی طور حالت وفات کرده و ثمره بد از این در آخرت هم میچشه. از همون خاطر است انسان از گناه ها خودداری بکنه. یک گناه را که آدم میکنه باز نعوذ بالله گناه های دیگه هم قطش یک جا میشه. از این معلوم میشه که نعوذ بالله عمل خود توجیه کردن نشان منافق است و دروغ گفتن، مخالفت وعده کردن. در اینجا که آدم وعدم کرده بود دروغ هم گفته و امانت هم خیانت کرده. چرا؟ مال، اعضای انسان، اولاد کلش امانات الهی است. این باید به وجه درستش پس تسلیم شود. الله متعال ما را وجود بخشیده، ما را مکلف و عاقل و بالغ ساخته. نماز صبح امانت است، ما این را باید بپردازیم. مالی که الله بر ما داده امانت است، حق زکاتش باید بپردازیم. الله متعال بر ما این موقعیت نصیب کرده که ما باید روزه بگیریم از طلوع فجر تا غروب آفتاب. این امانت است، باید در خیانت نکنیم. پیغمبر علیه السلام در حدیث گفته بود آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. نشان منافق سی است: زمانی که سخن میگه دروغ میگه، زمانی که وعده میکنه مخالفت میکنه و زمانی که امانت پیشش گذاشته میشه خیانت میکنه. این آدم ارسی علامات جمع کرد. مال امانت الهی بود به پیشش گذاشته شد، خیانت کرد، حقش ادا نکرد که زکات بود و اول وعده کرده بود که من اینمیطور مصرفها را در راه خدمت دین میکنم، اما مخالفت کرد و دیگه دروغ گفت. چرا؟ گفته بود که من خو بالکل طاعت و عبادت الله را به وجه درست میکنم، لیکن دروغ گفت. از همون خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از همچو اعمال امت خود بر حذر داشته تا که این صفات در وجود انسان پیدا نشود. البته در بعض انسانای مخلص مؤمن هم بس اوقات اینطور اعمال دیده میشه. دروغ میگه، بس اوقات امانت خیانت میکنه و همچنان خلاف ورزی وعده را میکنه. با وصف ازی که انسان باید تلاش کنه که اعمال در زندگیش قطعا دیده نشود، اما نشان منافق نیست. چرا؟ از این موقتا صادر شده، به مجرد بیدار شدن و آگاه شدن زود توبه میکنه، به سوی الله رجوع میکنه. اما نشان منافق که پیغمبر بیان میکنه به طریق استمرار و دوام است. منافق امی دروغ، امی مخالفت وعده، امی خیانت در امانت، این صفت مستمر و دائمیش می باشه. از او هیچگاه خلافی ازی دیده نمیشه که راست بگویه و وعده را بجا بکنه و یا امانت درست ادا بکنه. این صفت منافق است. الله ما را نگاه کنه. در این آیت وجه دیگر هم دروغ مستمر انسان وادار به این میسازه که مرتکب بسیار جنایات شود. از همون خاطر دروغ بسیار گناه بزرگ است و انسان باید خودداری بکنه. تأسف در اینجاست که امی دروغ آنقدر یک گناه شایع و زیاد کثیر است در بین توده های مسلمان که هیچ پرسان نکو. از خردی ما گرفته تا بزرگی ما قطع دروغ عادت است. اولاد دروغ میگه به پدر و مادر، پدر و مادر به اولاد. رعیت میگه به پاچا دروغ، پاچا دروغ میگه به رعیت. معلم دروغ به شاگرد میگه و شاگرد دروغ به معلم میگه. تمام ارگانای ما و تمام مراکز ما الله رحم بکنه این دروغ سخت جا به جا شده. اگر از صداقت کار گرفته شود الله متعال رحمت خدا منع نمیکنه، لیکن آلی کلی گپا سر دروغ است. حتی خرید و فروش از هر جنسی که است با دروغ فروخته میشه. شما باور به الله بکنه آنقدر خیانت بزرگی مردم میکنه. حتی در دوا، او دوایی که برای مریض ساخته میشه کدام فیصدی که دکترها در ساختن او دوا مراعات میکنه، امور میگیرن تجار محترم
فیصدیش کم میکنه به خاطر که نرخش کم شوه. این جناب فایده زیاد بکنه. او جناب تو دروغی را به دست آوردی، او خیانت هم کردی. چرا؟ اینمی دواره که فارمیسی جور میکنه امانت است، ایره به وجه درست انجام بده. تاجر که ایره انتقال میده امانت است. اینجا مخالفت وعده میشه، دروغ هم میگه، نعوذ بالله، امانت هم خیانت میکنه. اگر این سه عمل به طریق دوام در مسلمان دیده شدی، مسلمان خدا نگه که من مسلمان هستم، این منافق سرسخت است و آن چیزی که الله متعال برش گفته اینمی برش نصیب میشه. نگو که سبا حج میرم، از این پولی که تو حج کرده حجت نشده. نگو که من زکات دادم ثواب گرفتم، زکاتت نشده. چرا؟ از حرام کمایی کردی، به دروغ گرفتی. اینمی قسم تمامی کسباست. دکاندار اگر کسی که از بیرون مال میاره در سری کرید، یک قسم میوره میچینه، در زیر دیگه قسم است. اینی حالاتی است. این مسلمان ها کلی اعمالش نعوذ بالله به دوکه و غش و فریبکاری است. خیر چی باقی مانده از اسلام امروز؟ چی باقی مانده؟ عجیب اینمیسته که ما داد از اسلام میزنیم اما روح اسلام در ما وجود نداره و صفاتی که برای مؤمنا الله بیان میکنه در ما وجود نداره. مؤمن باید بسیار احتیاط بکنه. هر کس در هر کسبی که قرار داره باید بسیار احتیاط بکنه، امانت دار باشه. امامت برش سپرده میشه، این امانت است. این امانت با وجه درست مقتدیار نماز درست، با وجه درست نماز خواندن، تعلیم اطفالشان، به خودشان درس قرآن حدیث شروع کردن، این کلش امانت است. امام امانت داره، مدرس امانت داره، معلم مکتب امانت داره، خیانت باید نکنه. امروز آنقدر خیانت است که نمرات مضمون با پیسه تا بالا میشه. از این چی توقع داشته باشیم؟ مردم الف بی را یاد نداره، در پنزه تپ کامیاب میشه، اما شخص دیگری که خیلی لایق است میبینی که آخرشان بی نتیجه میبره از دست اینی کارا. پس چه قسم این مردم؟ ما ایران به این ماندیم شهادت نامه تقلبی را جور کرده، از اون معاش به دست میاره نعوذ بالله و میگه که ما خب رای کمایی چیسته معاش خود برابر کردیم، در حالی که این صنف 12 را خوانده، نه از پانتون فارغ شده، اما شهادت نامه کاذب. تاسف در است که این اعمال یک تعداد از علمای نام نهاد این کارا را بکنه و من میگم که پیش الله متعال رفته نیسته. نکنه، خیانت نکنه. الله براتان موقع داده، بره موچی گری بکنی، رزق حلال را پیدا کنی. الله شما را مکلف کرده، رزق به ذمه خود گرفته براتان میرسانه، لیکن به دروغ نعوذ بالله، به حیله بازی، به غش امی کارا را نکنه و امانت درست ادا بکنه. این بسیار مهم گپ است. کسی منافق نعوذ بالله اگر سه صفت به انسان جمع شود باز منافق است نعوذ بالله، خصوصا که ایره هیچگاه توبه نمیکنه و به طریق دوام و استمرار ایره داخل میرسانه. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم، چقدر یک کفایت میکنه. عقیده چی را میگه؟ عقیده چی را میگه؟ ما میگیم کنترل انسان از همه جنایات عقیده میکنه. کدام عقیده؟ کسی که عقیده داشته باشه که الله در سر دارم، که همه رازی ما، مفکوره ما، هدفی ما، نظری که میکنم الله میفهمه که نظر برای چیست، سخنی که میگم با کدام هدف میگم ایرم الله میدانه. آیا کسی که باور متین و محکم بالای علم الله داشته باشه، خبیر بودن الله داشته باشه، در عمل کردی خود خیانت میکنه؟ امانت خیانت میکنه؟ کلا قطعا نه. اما با تاسف امروز در مسلمانای ما تضعیف عقیده است. چرا بیان نشده؟ مردم قرآن نشنیده. مسلمان میراثی است، پدر و مادر یک در مسجد رفته وضو کرده، دیگه معلومات در مورد دین نداره. و ما میگیم در جهان، مخلوق جهان که کنترل میشه توسط عقیده کنترل میشه، توسط اختراع اسلحه جدید کنترل نمیشه. دنیا هر قدر پیشرفته شوه، اگر هر قدر اسلحه جدید میاره تباکن نمیاره، بازم دنیا اصلاح نمیشه، بلکه دنیا را به سوی خرابی میکشانه. امروز بم اتم وجود داره، سبب خرابی ملت ها و مملکت ها میشه. مکمل میبینی یگانه چیزی که امن به وجود آورده میتونه عقیده است. از همون خاطر نظام اسلام به این خاطر آمده که امن متحقق شود در جهان. کسی که از اسلام سرپیچی میکنه نمیخواد که امن بیاید، چرا که در اسلام تسلیم شدن به قانون الله است و کسی که به الله عقیده داره هیچگاه مخالفت نمیکنه. از او خاطر الله اینجا میگه الم یعلموا، یا نمیدانن ان الله یقینا الله متعال یعلم میداند سرهم، رازی از یاره، سخنای آهسته پوشیده از یاره، و نجواهم، او سخنایی که در بین دو نفر پنهان گفته میشه.
سر رازی که در سینیت است، در دلت است، کدام خاطره که داری، فکری که داری، هدفی که داری. او نجوا کسی که مشوره ها میکنه، گوشکانی میکنه، اونم الله میدانه. هیچ چیز از الله پوشیده نیست. و ان الله یقینا الله متعال علام الغیوب، علم داره با تمام چیزایی که از ذهن تو، از چشم تو، از عقل تو پرده است، گم است، کلش الله علم داره. یک چیز از الله پوشیده نیست. همه صفت الله اگر این مفهوم و معنا در قلب ما قوت پیدا بکنه، یعنی کسی خیانت میکنه، کسی دعوای ناحق میکنه، کسی دروغ میگه، کسی دزدی میکنه، کسی در حق کسی تجاوز میکنه، کلا قطعا نمیکنه. یک صفت الله را که عقیده درست ما پیدا کنیم، همه چیز جور است. افسوس است که ما یقین نداریم. اگر ما یقین داشته باشیم که الله علیم است، دست به جنایت و گناه قطعا دراز نمیکنیم. از همون خاطر است روزه را الله میگه که کل عمل ابن آدم له، هر عملی بنی آدم برای خودش است الا الصوم، الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است و من پاداش میدم. چرا روزه کسی که از صبح تا بیگاره در حالی که در جاهای مختلف رفته میتونه، امی روزی خدا میده کرده میتونه، اما این آدم مراقبت میکنه، میگه بله کسی خو نیست، ای باغ میوه خوب و آب چیست جاری سرد روان است، اما الله هست. از همون خاطر یک استاد شاگردای خود بعد از اینکه تکمیل درسشان شده بود، بعد از او برای امتحان که یقینا از این درس کی مستفید شده، برایشان گفت که 3 دانه مرغ برش داده بود که برید در جای حلال کنی، ذبح بکنی که کس شما را نبینه. 2 نفرش رفت، یکیش در کدام تاکوی داخل شد، سعی کرد هیچ کس نیست، حلال کرد. و یکی دیگهش در کدام بیرانه و جنگل رفته بود، او حلال کرد. یکی دیگهش هر قدر گشته بود میگفت هر جایی که حلال کنم الله هست. مرغ زنده پس آورد به استاد. و استاد چرا حلال نکردی؟ گفت تو مرا گفته بودی، شرط مانده بودی که در جای حلال که ذبح کو کس نبینه، الله مرا میبینه. او گفت اینمی درس تکمیل کرده. 2 دیگر را گفت بشینه درس بخونه، به خاطر که اصل حقیقت درس درک نکرده. ما امروز از مسلمان حقیقت اسلام درک نکردیم، فقط مسلمان سطحی و در زبان هستیم. در دل ما پایین نشده که ما عقیده صفت علیم بودن الله را داشته باشیم. از همون خاطر است جنجال، جنگ، خشونت، بدبختی، ناگواری از کجا پیدا میشه؟ از اینمی پیدا میشه که ما نه به قدرت الله عقیده درست داریم، نه به انتقام گرفتن الله، نه به حساب و کتاب که الله قطع میکنه که از ظالم حتما انتقام میگیره، و نه به علیم بودن الله. امیر تو از دروغ ادعا کردی، از تو نیست، چرا ادعا میکنی؟ به الله خو معلوم است. از او خاطر تحقق صفتای الله، ایمان به صفتای الله امر ضروری است. اما امامای ما در 10 سال 1 روز کلمه لا اله الا الله را تشریح نکرده، 1 روز کلمه محمد رسول الله را تشریح نکرده، بازداد میزنه، تمام روز در سر منبر قصای اسرائیلی و واهیات به مردم بیان میکنه. آن چیزی که ضرورت مردم است ایره 1 روز تدریس نکرده، تعلیم نکرده. و امی مردم چون نیت و اراده غلط داره، میگه که ما نفهمیم سر اسلام، ما همینطور گول زندگی کنیم، یک دنیای خود خوب مهارت پیدا کنیم، بفهمیم، از دین خبر نشیم. خودشان میگه از علم کده به علمی بسیار خوب است که خبر نداشته باشیم.